اگر پدر به پسر خود راست بگوید، اگر مادر به دختر خود راست بگوید، اگر برادر به برادر راست بگوید، اگر جوانی که داماد است به خانه خسر برود راست بگوید. من از تو پرسان میکنم این جامعه‌ای که امروز ما داریم این گونه می بود؟ بچه ها دروغ را از کجا یاد میگیرن؟ از پدرشان. دخترها دروغ را از کجا یاد میگیرن؟ از مادرشان. چرا همه دروغ میگن؟ بچه های 3 ساله و 2 ساله هم دروغ میگن، چون مادرشان برش گفته وقت پدرت پرسان کرد کجا رفتیم نگویی. باز اگر گفتی گوشت تاب میتو. مادر از 3 سالگی و 4 سالگی مدرسه است. الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق. مادر مدرسه است. وقت مادر درست شد ملت نجیب را در جامعه تقدیم میکند. وقت مادر در گوش پسر خود میگوید به پدرت نگویی که گلاسم شکستندیم. وقتی پسر بزرگ شد راست میگوید. بس